از یکی از رؤسای قبایل و طوایف جنیان سوال پرسیدن از کدام ذکر و از کدام نام شما خیلی فراری هستید؟ اگر میخواهید که چشماتون شور نشه و اگه میخواهید که محافظت بشید از انواع اقسام چشم زخمها، یکی از طرقش و راهاش احیای شعائر دینی هست که در رأس اونها برپا کردن مجالس عزای اهل بیت، اقامه عزا کردن، مجلس گرفتن به نام یاد اهل بیت. روزه های خونگی اینجا اثر خودش رو نشون میده. مخصوصا حالا در رأس همه روزه ها و مجالسی که منتسب هست به سید الشهدا علیه السلام. میگن از یکی از رؤسای قبایل و طوایف جنیان سوال پرسیدن از کدام ذکر و از کدام نام شما خیلی فراری هستید؟ میگه جواب داد، گفت ما وقتی ذکر حسین به میان میاد نمیتوانیم برای یک لحظه در اون فضا حتی قد علم کنیم و بخوایم اصلا منشأ اثری باشیم. حتی کدوم اثر بیشتر وجود شما رو ذوب میکنه و اثر شما رو خنثی میکنه به تمام معنا؟ پاسخ دادن که ذکر حسین.